شنیدین که گوگل یه چیزی به اسم نانو بنانا منتشر کرده. شما هم سوالتون این بوده این چیه؟ امروز توی این ویدیو میخوام بهتون در مورد نانو بنانای گوگل توضیح بدم. پس اگه به این موضوع علاقه داری با من همراه باش. امروز میخوایم ببینیم که این اسم غریب چیه که همه دارن در موردش صحبت میکنن. حتما قبلا به این موضوع برخوردید که وقتی به چت جی پی تی عکستون رو میدید و میگید این تغییر رو روی این عکس برام بده، کل عکس چهره شما رو به هم میریزه. اما این سرویس گوگل این کارو نمیکنه و چهره شما رو نگه میداره و اون تغییرات رو روی عکس بهتون میده. من از صفحه لپتاپم فیلم میگیرم و براتون توی این قسمت میذارمش که شما بتونید صفحه لپتاپ منو ببینید و ببینید که دقیقاً دارم چی کار میکنم. پس بریم با هم شروع کنیم تست کردن کار با نانو بنانا. اول از همه شما باید وارد گوگل ای آی استودیو بشید، یعنی یه اکانت جمینای بر خودتون بسازید و یه ایمیل داشته باشید که بتونید از این قابلیت گوگل استفاده کنید. خب من گوگل ای آی استودیو رو بالا توی قسمت مرور تایپ میکنم. گوگل ای آی استودیو. خب aistudio.google.com باز میکنمش. این قسمت پایین نوشته ترای نانو بنانا. خب من اینو میزنم و اینجا شروع میکنم به چت کردن و اون پرامپت هم رو توی این قسمت بهش میدم. البته هرچند من میخوام یه عکس از خودم بهش بدم و بهش بگم که با این عکس من کارا رو انجام. یه عکس از خودم بهش دادم. خب حالا بهش میگم که بک‌گراند، فارسی هم بهش میدم، خیلی مهم نیست. بک‌گراند تصویر من یه پنجره باشه که اون طرفش یه جنگل ترسناک. خب ببینیم که چی برام میسازیم. خب یکم بد نبود به نظرم، ولی خب من گفتم یه پنجره باشه، ولی خب پنجره رو انگار متوجه نشد. خب یه تغییر دیگه بدم، بگم رنگ موهامو مثلا یه رنگ دودی کن. رنگ موهای من در تصویر دودی باشه. صبر میکنیم که جوابمون رو بده دیگه. خب جالب شد، رنگ موی جالبی برم داد. ببینید شما رنگ موی من یه روشن‌تر باشه. ببینید رنگ موی من عوض کرد کلا، ولی خب چهره‌مش تغییر رو گفتم دودی روشن‌تر. و الان بهش میگم که عینک رو هم حتی حذف کن از چهره من ببینم که چی بهم میگه. خیلی دیگه به نظرم روشن شد. عینک رو حذف کن. منتظریم ببینیم چجور جواب میده.
حتی عینک من حذف کرد. چقدر جالب بود. این برام جالب بود که عینک هم حذف کرد، ولی خب موهام خیلی به نظرم طبیعی نیست. حالا خیلی مشخصه که حالا موی من نیست. میخوام بهش بگم که عکس رو از زاویه تر به هم نمایش بده و لباسم کت و شلوار مشکی باشه. رنگ موهام قهوه‌ای روشن باشه و یه روسری قرمز. ببینید که این بار گفتم که نمای تصویر رو بیاره عقب‌تر، ببینم میتونه یه همچین کاری رو بکنه. توی یه سری چیزا دیده بودم که این کار رو انجام داده. چه جالب، خیلی به نظرم جالب شد. این اکثر رو قشنگ ساخت. چهرم که همونه، حالا موهام هم که اوکی کرده، یه کت شلوار و یه من دقیقا این لباس رو دارم با همین مدلش رو. جالب بود. نمای کامل از من رو نشون بده با یک کفش مشکی. بک‌گراند تصویر نمای زیبا و روشن از جنگل باشه و من در حال صحبت با خودم باشم. ببینم اینقدر جزئیات بهش اضافه کنم چی کار میکنم. ببینیم که چجوری داره میسازه. چقدر جالب. ببین خیلی به نظرم اصلا ببینید همونو نگه میداره، فقط اون جزئیاتی که شما بهش گفتید رو بهش اضافه میکنه. ببین چند جذاب. البته اینجا چهره منو یه ذره تغییر داد، ولی خب کفش و موبایل رو اضافه کرد، لباسم که همون. به نظرم تا الان بهترین چیزی که ساخت این بود. خیلی نظر دقیقا چهره و همه رو همونی که هست نگه داشتیم. حالا اینا که فقط تغییرات داده، این رنگ موهم بر هم بر نبود. این هم که گفتم این عکس اصلی بود. نظرتون چیه در موردش؟ لایک و سابسکرایب یادتون نره.